توانایی یک ارسال برای مسعود نوری، یک موقعیت خطرناک و گل قشنگ. خود طالبی ارسال، یک موقعیت و حالا گل برای داماش و گل. علیزاده باید ببینیم چی کار میکنه. حالا ضربه توی دروازه، گل اول برای داماش گیلان. ارسال بلند خطرناک، یک ضربه نیلک دروازه و گل دوم از سامان فرداپور. خود گلبک، حالا ضربه و گل. نژاد، یک ارسال بلند، یک ضربه و گل از آرمان آبسالان. دوباره بازیکن تیم داماش گیلان از سمت راست حمله رو تدارک می‌بینن روی دروازه تیم پانیک تالش. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه. گل برای داماش گیلان و زاهد تبا رو انجام داده و حالا توی دروازه گل اول برای داماش گیلان. دوباره و گل توسط آرمان آبسالان و باز هم گل، این بار باز هم توسط آرمان آبسالان. مثل اینکه موتور گلزنیش روشن شده این بازیکن. چپ تیم داماش تزریق کرده زاهد تبار، حالا گل رضا زاهد تبار. یه حرکت خوب از آرمان شکوری، توپ رو بچه‌ها ارسال میکنه. حالا میتونیم به گل برسیم، نه و آرمان شکوری کار تموم میکنه. 5-0 سود تیم فوتبال داماش گیلان. چقدر خوبیم ما. سیامک علیزاده به توپ نرسید، پاس مهران آنچنان خوب نبود. هر جوری هست دوباره خودش توپ میگیره، دور به جلو برزی برای آرمان آبسالان داره تک به تک میشه. آرمان آبسالان توی دروازه، گل برای آرمان آبسالان. خطرناک برای بازیکن داماش، پاس توی عام طالبی و حالا گل برای داماش گیلان. زننده گل سعید طالبی. علیزاده پشت توپ، یک ضربه، حالا توی دروازه، گل دوم برای داماش گیلان. و کورنری که باید توسط بازیکن داماش ارسال بشه، ارسال انجام میشه، خطرناک و حالا توی دروازه. چه گلی رو میزنه مهرگان گلبک. خود نوری دریبل رو میزنه، یک ضربه خطرناک آبسالان و گل دوم برای داماش گیلان. میدمه داور سیامک علیزاده، خود سیامک و توی دروازه، گل برای داماش گیلان. حالا میزنه طالبی توپ رو و توی دروازه، گل برای داماش گیلان. پیام توانایی توپشو میفرسته داخل محوطه جریمه، با مشت دور میکنن. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان و گل برای داماش. سعید طالبی خودش میزنه و گل سوم به زیبایی هرچه تمامتر به ثمر میرسه. موقعیت خطرناک، نژاد ضربه رو میزنه و حالا توی دروازه. گل اول رو پژمان نژاد میزنه با یک شوت از راه دور پشت محوطه جریمه. یه پاس توی عمق، نوری صاحب توپ شده پشت محوطه جریمه. علیزاده یک شوت توی دروازه، گل دوم رو سیامک علیزاده میزنه. موقعیت خطرناک، ضربه رو میزنه، باز هم بهادری توپ رو در میاره. حالا محمد غلامی گل سوم رو میزنه برای تیم داماش. قریشی صاحب توپ شده، یک شوت از راه دور میزنه، خطرناک در برگشت غلامی، حالا توی دروازه. گل چهارم رو هم داماش میزنه. علیزاده ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل اول رو سیامک علیزاده برای داماش به ثمر میرسونه. رو به عقب کار میکنه، یه تیکه میفرسته رو دروازه، توی دروازه، گل برای داماش. مهرگان گلبک چراغ اول رو برای داماش روشن میکنه. حالا میفرسته رو دروازه، رضا امیدی گل تساوی برای داماش. یه ارسال از سمت راست، آرمان آبسالان ضربه سر اولو میزنه، رضا زاهد تبار گل سوم 80مین دقیقه از زمان بازی. داماش بالاخره پیش افتاد. داماش پیش میفته. چه دقیقه‌ای؟ 80 دقیقه 3-2 به نفع داماش. با این نتیجه داماش راهی پلی آف میشه.
بازم یه حرکت از سمت راست، ارسال، باز هم گل، باز هم رضا زاهد تبان، باز هم گل. داماش به گل 4 میرسه. پشت توپ نورخیز رو انجام میده. خود علیزاده ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل برابری برای داماش توسط علیزاده. گند تیم خطرناک فرا توی دروازه. داماش گل، حالا گل برای داماش. مهرام حرکت کرده، خود مهرام ارسال به داخل محوطه جریمه. سعید طالبی ضربه ایسال توی دروازه، گل برای داماش. راستین خونم دید مسعود نوری داخل محوطه. مسعود نوری این ضربه رو خط دروازه. گل دوم، گل دوم. چه میکنه این داماش، چه میکنه این داماش. راستین خونم دید. حالا علیزاده است باقری و گل برای داماش گیلان. آرمان شکوری به چپ میبره. آرمان ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنه. داماشی های شوت و گل دوم. گل برای داماش گیلان. و چه کسی این گل رو میزنه؟ مهرگان گلبخش.